یک مرد 70 ساله را در شهر اسفره به جرم افراطگرایی 5 سال از آزادی محروم کردند. پیوندانش گفتند کمال‌الدین شرافوف به پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان گناهکار شده ولی اتهام را نپذیرفت. نمایندگان دادگاه شهر اسفره روز 17 اوگوست در صحبت تلفنی خبر را تصدیق کرده جزئیات ندادند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، حکم آموزگار بازنشسته کمال‌الدین شرافوف را 7 اوگوست امسال برآورده روز دیگر به زندان شهر خوجند بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 17 اوگوست به شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که او به سبب مشکلی مالی وکیل نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعت نخواهد کرد. هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه از وضع سلامتی‌اش شکایت کرده خواهان توابت شد. دادرس گفت که درخواست را از ماموران محبوس بکند. افزود همصحبت ما. ماموران امنیتی اسفره کمال‌الدین شرافوف 70 ساله را در اول ماه می امسال و بعد یک بحث درباره خدمت حربی در جماعت سرخ دستگیر کردند. یکی از خویشاوندان کمال‌الدین شرافوف آن وقت گفته بود که او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خواست درست رفتار کنند وگرنه به رادیوی آزادی و اصلاح تیوی شکایت می‌نویسد. همصحبت ما برای پیش نیامدن مشکل خواست نامش را ننویسیم چون بعد از قضیه شرافوف زیر ذره‌بین هستند. به قول مصاحب ما مقامات انتظامی اعمال کمال‌الدین شرافوف را سنجیده گویا معلوم کردند که او چند نوار اصلاح تیوی را در شبکه‌های اجتماعی پسندیده چند را به دوستانش فرستاده است. سامانه اصلاح مدیرش محمد اقبال صدرالدین و صحیفه‌های وابسته به آن را که نزدیک به یک گروه مخالفان در اروپا است در تاجیکستان ممنوع اعلام کردند. بار اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان اول همین سال 2 منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع از آزادی محروم کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.